تو بخاری‌های برقی گازی ژاپنی یک کد خطا داریم به نام خطای فیلتر. این نوشته که شما اینجا می‌بینید LED زیر این نوشته اگر به صورت چشمک زن قرمز در بیاد گرمای دستگاه کم میشه و با خطای فیلتر مواجه شدیم. حالا دلایلش چیه؟ یکی از دلایل این کد خطا میتونه کثیفی یا دوده گرفتن ترموکوبل دستگاه باشه که ما میتونیم با استفاده از یه تیکه سنباده نرم ترموکوبل رو تمیز کنیم و این کد خطا رو برطرف کنیم. همونطور که میبینیم من با استفاده از سنباده نرم این کار رو دارم انجام میدم که سطح روی ترموکوبل خورده نشه. و حالا ترموکوبل تمیز شد، من ترموکوبل رو جایگذاری میکنم. علت بعدی کد خطای فیلتر میتونه مربوط به سنسور دمای روی کوره یا طیف نگار دستگاه باشه. این سنسوری که اینجا میبینین سنسور دمای کوره و این سنسور عدسی طیف نگار دستگاه هستش که اگر هر کدوم از اینا معیوب باشن منجر به خطای فیلتر میشن که باید تعویض بشن. اگر ما کد خطای فیلتر رو برطرف نکنیم بعد از مدتی که گرمای بخاری کم میشه دستگاه خاموش میشه و منجر به کد خطای عددی میشه که هر سه تا رو توی کپشن براتون توضیح میدم.